خیلی ذی‌نفع هستیم در قضیه افغانستان و قضیه سرزمین خود ما. اتفاقا من چند وقت پیش یک گفتگوی هم داشتم با آقای دکتر پدرام، در مورد خود پدرام نبود البته، در مورد کارنامه طاهر بدخشی بود و در اون زمان فکر میکردم که باید با آقای احدی هم، چون معمولا امی دو طرف بحث هویتی در افغانستان، یکی افغان ملیتی ها دانسته میشن و یکی هم کسایی که پیرو به اصطلاح خط ستم ملی هستن، که همون توازن ایجاد شود بدانیم که یا چی میگن. او زمان جناب احدی نبود، اما بالاخره فرصت فراهم شد و با هم صحبت کردیم. ما اگر بخوایم که سوال جناب بودار اه، از دوستای دیگرم، یا فکر میکنم که اه، ما همگی به این نتیجه رسیدیم که افغانستان به بنبست رسیده. متاسفانه سرزمین ما به بنبست رسیده. ما حداقل در 140 سال گذشته، از زمانی که عبدالرحمن خان به قدرت میرسه در 1880 تا به امروز 145 سال میشه، تقریبا 46 سال، در این مدت ما پیوسته شاهد شکست هستیم. ما پیوسته شاهد فروپاشی هستیم. چند وقت پیش ما گفتگوی داشتم با آقای توماس بارفیلد، نویسنده بسیار شناخته شده امریکایی، که او البته متخصص افغانستان است، مردم شناس است، دوستان من میشناسن. او میگفت که در تمام دوره عبدالرحمن خان در افغانستان هیچ گام فرهنگی برداشته نشد. 20 سال. در حالی که در امو 20 ساله که دوره عبدالرحمن خان بود، در امو به اصطلاح هم عصر عبدالرحمن خان، کارهایی که در هند بریتانیوی شد خب بسیار بزرگ بودن، بسیار بزرگ بودن، مانند خط ریل، مانند گسترش صنعت چاپ، گسترش برق و یک عالم تلگراف و غیره و غیره. ایران که البته از امکانات کمتر نسبت به انگلیس و هند بریتانیایی برخوردار بود، در اینجا ما شاهد رشد و افزایش بسیار جدی سطح تحصیلات هستیم. دانشگاه ها ساخته میشن، مکتب های فرانسوی ساخته میشه، مکتب های امریکایی ساخته میشه و صنعت چاپ تا چی حد رشد میکنه، شعر، ادبیات نه تا چی حد رشد میکنه. آسیای میانه را مثلا هرچند دچار بحران های زیاده است، اما در اونجا ما میبینیم که مثلا روزنامه های مثل بخارای شریف چاپ میشه یا به زبان فارسی، یا روزنامه به نام توران چاپ میشه به زبان ازبکی یا ترکی در اون زمان. در افغانستان هیچ گام فرهنگی برداشته نمیشه متاسفانه. یک خواب سیاه مطلق، یک کابوس مطلق است در این 20 سال عبدالرحمن خان. خب تنها چیزی که آل دوستای ما رویش تاکید میکنن، میگن عبدالرحمن خان دولت ساخت. خب این دولت بر چه پایه های ساخته شد؟ این دولت به چه قیمت ساخته شد؟ و نقش انگلیس چی بود؟ نقش روسیه تزاری چی بود؟ اگر اونا نمیخواستن که در اینجا یک بفر استیت ساخته شوه، آیا این دولت تشکل پیدا میکرد؟ که بعید من به نظر میرسه با توجه به همه امکانات همون زمان دولت حکومت عبدالرحمن خان، و اگر مقایسهش بکنیم با دو همسایه که دو ابرقدرت بودن، بدون به اصطلاح اراده از اونا ناممکن به نظر میرسه. ما دوستای عزیز پرحرفی نمی کنم، اینجا همه دوستا سر تاریخ به تفصیل صحبت کردن. با وجود بنبستی که امروز ما بهش روبرو هستیم، من امید نیستم. من فکر میکنم که امکان ساختن یک وطن مشترک، سرزمین مشترک هست و برای انداختن اینمی صحبت هایی که شما در چند ساعت گذشته داشتین، یا یگان برنامه هایی که ما کوشش میکنیم برای بندازیم، این کمک میکنه ما را بر رسیدن به یک فهم مشترک. اول تشخیص مشکل. ما خو فکر میکنم یک قسمت زیاد، تعداد زیاد ما و شما در حالت انکار قرار داریم. نمیخوایم که مشکل که سراپای بدن ما را گرفته، بیماری گرفته، او را چی کنیم؟ اقرار بکنیم، اذعان بکنیم. کوشش میکنیم در حال انکار هستیم.
و این انکار فکر میکنیم که شاید از روی خوشقلبی باشه و فکر میکنیم که شاید مشکل یا به تعویق بندازه یا به یک شکل دیگه، اما فکر میکنم که مشکل پیچیده تر میسازه، غامضتر میسازه، روز به روز جنجال ما را بیشتر میسازه. امکان سرزمین مشترک هست. چرا؟ اول ای که اینمی اقوامی که در افغانستان زندگی میکنن با وجود کشمکش هایی که سیاست سبب ازش شده و طبقه حاکم سیاسی بخصوص از قوم پشتون سبب ازش شده، با وجود ازی وجه مشترک ما بین ما زیاد است. شما مثلا ازبک های ازبکستان شاید اما قدر وجه مشترک با ازبک های ازبکستان و افغانستان نداشته باشن، یا برعکس، یا تاجیک های افغانستان با تاجیک های ازبکستان، یا حتی پشتون های افغانستان با پشتون های پاکستان. و فکر میکنم که تقریبا 100-200 سال زندگی مشترک ما بین از این مردم چیزهای مشترک ایجاد کرده، اما سرمایه گذاری روی اشتراکات صورت نگرفته، چون یک طیف مشخص همواره به دنبال بهره کشی بوده. پیشتر یک از دوستا صحبت میکرد، ما به یاد نوشته مرحوم غبار افتادم. البته حدود 20 سال پیش ما خوانده بودم افغانستان در مسیر تاریخ. در جلد دومش از تجربه طبیعیش قصه میکنه. یادم نیست که به کدام یک از این ولایات جنوب غرب است. فعلا ولایت یادم نیست، اما امو جایی که عبدالرحمن خان رفته، به مو قریه که رفته، یک قریه پشتون نشین است و این در اوج ناسیونالیسم، اتنو ناسیونالیسم پشتونی خاندان مصاحبان، یعنی نادرخان و برادرانش است، در اوجش است. در وقتی است که مثلا شمالی غارت شده، شمال قطغن غارت شده، مردم پای پیاده از قندوز و خاناباد با زنجیر و غال به اصطلاح بسته شده، از طریق کوها در زمستان به کابل انتقال داده شدن که صدها نفر در مسیر راه کشته شدن و یک برخورد کاملا تباری قومی با مردم متاسفانه داشتن و ظاهرا خود نماینده پشتون معرفی میکردن. در حالی که غبار میگه که دمو قریه های پشتون نشین جنوب افغانستان مردم برنج نمیشناختن هنوز. فقر در نهایت حالت وخامت و وحشتناک بودنش بود. درست؟ همینطور در ولایات جنوبی مثل پکتیا و پکتیکا و خوست، در حالی که یا خود نماینده پشتون میدونستن گویا از این حاکمیت پشتون ها سود بردن. نخیر. برداشت من از تاریخ دوستای عزیز است که حداقل در 140 سال گذشته، 146 سال گذشته، هیچ کسی از نظم موجود سود نبرده. هیچ کسی سود نبرده. هیچ قومی سود نبرده. درست است که مثلا اتنو ناسیونالیست ها به دنبال ازی بودن که برتری سمبولیک خود تثبیت بکنن و به مو بهانه، یک تعداد پیشتر از دوستان میگفت که اکثریت بیسواد و جاهل نگاه میکردن تا بتانن خودشان حکومت بکنن، به همین بهانه و زیر همی شعار حکومت کردن، در این شک نیست. اما سودی که مردم پشتون ما در جنوب و شرق افغانستان برده باشن از این چیست؟ هیچ. مکتب نیست، دانشگاه نیست، استاد مهدی، صفاخانه نیست، سرک ببخش نیست. بفرمایید. ببخشید من یه چیزی میان کلام بگم. ما یه چیزی در علوم اجتماعی یک مفهوم داریم به نام همبستگی در فلاکت. یعنی که بله شما بله. مردمان یا ملت ها در یک چارچوب سیاسی نه به خاطر وجوه مشترک عینی و مادی، بلکه به سبب فلاکت مشترک است که اینا با همدیگه احساس همدلی داره. خب درست. همبستگی به فلاکت را شما به معنای به معنای حافظه سیاسی مشترک یا مثلا تجربه چیز نگیرید، چون که اون چیزی که در افغانستان هست همبستگی در فلاکته. و یک مسئله دیگه، مسئله اسلامیت به شکل ایدئولوژیه، چون اسلامیت درست. همیشه شبه امپراتوری هایی که در جغرافی های چند ملتی حکومت میکنه اسلامیت یعنی رو با خدمتتون گپ تمام میکنم. منظور من این نبود که سبب همبستگی مردم ماستی فلاکت مشترک. منظور من ایست که کسی سود نبرده.
از نظم نه من موجود نه شما اونی. تاکید کردید به اینکه ما با همه این بدی ها و ویژگی ها یک اجازه پیوند بده من حرف تمام میکنم، حرف تمام میکنم که منطق من چیز داره رابطه. پیوندهای هست، ما با هم پیوندهای داریم و انکار ناپذیر است. ام، یا میخواستم بگم که از امی اتنو ناسیونالیزم کسی سود نبرده و حتی پشتونها سود نبردن. و شما برین به ولایات جنوبی و مشرقی ببینین که نتیجه حکومت نادرخانی مثلا برای چی بوده، نتیجه حکومت داوود خان، نتیجه حکومت هیبت الله و ملا عمر برای اینا چی بوده؟ هیچ. بدبختی، فقط بدبختی. ولی با امی شعار اینا میخوان که به می نظم موجود به استاتسکو به اصطلاح ادامه بدن. یک حرف است. حرف دیگه من است که یکی از دوستان پیشتر میگفت که بحث هویت و بحث نظام کدامش باید مورد سوال باشه یا اهمیت بیشتر داشته باشه. و فکر میکنم که هر دویش مهم است، هر دویش بسیار مسئله مهم و حیاتی هستند. مهمترین استبدادی که در افغانستان شده بحث هویت است و این استبداد چگونه اعمال شده توسط یک نظام متمرکز استبدادی. آقای مهدی من میتونم یک یک کامنت بدم. شما همین اتنوشنالیزمی که دایم خودتان انکار میکنید، اتنوشنالیزم مبنای بسیجه، مبنای بسیج برای قدرته و شما این را نمیتونید از بین ببرید. اتنوشنالیزمی که شما دارید میگید پشتون یک ملته و اونا مبنای بسیج جمعیشان سر پشتون نیست و پشتون بودنه. شما و تاجیکا و هزارها و ازبکا. پس در نتیجه این اتنوشنالیسم با برچسب زدنی که بده و اینا این مشکل حل نمیکنه. مبنای بسیج اجتماعی، درست، مبنای سرنوشت مشترک، مبنای قدرته. درست، من ببخشید من یک درست. یک 5 ثانیه مهدی صاحب. وایزی صاحب بفهم. گرامی، صحبت های شما، پرسش های شما که نقد میکنم بسیار مورد داره، بسیار منطقی و همینطور صحبت هایی که مهدی صاحب میکنه. من یک نکته همیشه بگویم که می تصحیح شد. یک لحظه بحثی است که ببینید دوستا، امی مصاحبه آخری که آقای مهدی با دکتر صاحب احدی داشت، این مصاحبه یک مقدار بحث برانگیز شد در محافل سیاسی. خب ما و شما روی این مسائل بحث کردیم. یک سری واکنش ها نسبت به این مصاحبه بود، واکنش های بسیار مثبت، واکنش های خوب و نقد های بسیار جدی و در این حال واکنش های بسیار پیش پا افتاده هم نسبت به تخریب آقای مهدی وجود داشت. خب دلیل که آقای مهدی اولا در اینجا آمد بسیار خوشحال شدم، کاملا باز مجددا که بالا آمدن خوشحال هستم، از تشکر میکنم. من میخوایم بگویم به اینجا به نمایندگی از بسیاری از دوستا، البته نمیتونم از همه بگویم، که آقای مهدی دلیلی که ما شما رو دعوت کردیم، ما بسیار خوش آمدین. دومیش است که به قول معروف دست مریضات خسته نباشین. امیدوار هستم که همین روند با هر دلیلی است، به هر دلیلی است ادامه پیدا بکنه، روشنگری است برای افهام و تفهیم بیشتر، برای فهم بیشتر. ما خواستیم تنها در همین حد از شما تشکر بکنیم. اگر لطف بحثای دیگه کردین. ای باشه که ما بخوایم آقای مهدی رو بخیر به چالش بکشیم، باز ان در فرصت های بعدی کار خود کردیم. یک سوال کوچک دیگه هم دارم مهدی صاحب، که از لحاظ جان، محتوایی وقتی که این مصاحبه انجام شد، آیا بله. محتوای شدیدتر و رادیکالتر از این هم وجود داشته که شما گویا سانسور کرده باشید یا خیر؟ ممنون. تشکر احسانی صاحب. من راحت تر هستم که سوال بکنم تا جواب بتون. نه، هیچ چیزی سانسور نشده، هیچ چیزی سانسور نشده و قرار نبود که ما سانسور بکنیم. برای سانسور به اصطلاح فضای کافی در کابل وجود داره، زیر سایه طالبا و کار اونا انجام میتن. ما نمیکنیم این کار به هیچ صورت. من یادم است که سوالتون مرا به یاد یک تجربه ما در مصاحبه با آقای کرزی انداخت سال 2015 وقتی من رفتم به دعوتشان که به این مصاحبه بتین. بر من گفت که البته من بودم، آقای نجف زاده بود، آقای خپلواک ساپی بود، هر سه ما به نمایندگی از تورو رفتیم. آقای کرزی گفت که گفت من مصاحبه براتون نمیتون. گفتم چرا نمیتی کرزی صاحب؟ گفت به خاطر از که با سفارت امریکا او را سانسور میکنه. من برش گفتم کرزی صاحب ما براتون تضمین میتیم که این کار همی برداشت اول درست نیست و دومی که یک کلمه و یک حرف شما هم سانسور نخواهد شد، که البته اون مصاحبه به اون شکل نشد شد و هیچ سانسور و گپای در کار نبود. در قسمت آقای احدی هم هیچ سانسور و گپای وجود نداره. آنچه که گفت من بسیار ممنونش هستم که آمده حرفایش بسیار با صراحت با آرامش
بدون از که آتشین شوه بیان کرد و موضع‌گیری خود یعنی تا حد زیاد ما گفتم میتونم که بدون از اینکه ریاکاری بکنه دیدگاه های خود و تاکید هم کرد که در 30 سال گذشته دیدگاه هایش هیچ تغییری نکرده و رقمی که بعضی از دوستا اینجا گفتن ادبیات است که اونا خلق کردن و روی حرفش استاده است و میآید با می شکل با می جرأتی رو بیان میکنه. من فکر میکنم که این باید تشویق بکنه دیگه سیاسیونه که از ریاکاری باید دست بردارن. درست از ریاکاری دست بردارن. و یک خواهشم از دوستایی که اینجا هستن دارم. ببینید دوستا، حال آقای احدی آمده و اما دیدگاه های ناسیونالیسم افغانی از او به اصطلاح مورد سوال قرار گرفته و به شکل برهنه بر افکار آمد داده شده و مردم هم واکنش نشان دادن و یک تعداد خوش هستن، یک تعداد هم شاید خوش نباشن و بسیاری از دوستان را میبینیم که خوش هستن و تشویق میکنن، پیام های خوب روان میکنن. من یک چیز خدمتتان میگم که به می شکل ما با سیاسیون دیگه هم ادامه میتیم، با سیاسیون هزاره، با سیاسیون ازبک، با سیاسیون تاجک، چهره های تاجک، چهره های هزاره، چهره های ازبک، از دیگه اقوام، پشتونها و غیره، همگی باید مورد سوال قرار بگیرن. امیدوار هستم که باز امی سعی صدر در اون زمان هم از طرف دوستا نشان داده شود و فکر نکنن که امروز مثلا فلانی از فلان جای پول گرفته یا نمیفهم رشوت دریافت کرده و یعنی زد و بنداست فلان. نخیر، ما هم نسل هستیم و فکر میکنم دغدغه و درد مشترک داریم. همه ما روشنگری بکنیم، هر کس هم حدیت ذهنی و صلاحیت علمی و توانایی های خودش در حد کار انجام میده. ما هم در اون حد امیدوار هستم که ما همگی مشوق ایجاد امی فضای برای بحث باشیم، ایجاد فضای برای بیان واقعیت ها باشیم که آهسته آهسته باز امکان زیر فراهم بکنه که به اصطلاح امون گروه های کلان فکری سیاسی در افغانستان رو در روی هم بشینن و حرف بزنن تا برای سرزمین مشترک راه حل مشترک، حداقل فعلا سرزمین مشترک است. یک تعداد دوستان میخواستن مرا در این رابطه سوال بکنن، اما حداقل فعلا خب مشترک است. بیشتر کسی میپرسید که امی فلسفه وجودی امی سرزمین چطور توجیه میکنین؟ خب در گذشته اون تاریخ اونطور آورده شده. اما یک سوال، ببینین کشور به نام سوئیس، هرچند اینجا گفته شد بیشتر که مثال های اروپایی و غربی نتین، اما ما وقتی که روی امی تزیس ماستریم کار میکردم و اتفاقا امی تزیس من سر کشورهای مهات به خشکه بود، یکی از مثال هایی را که رویش کار میکردم و اصطلاح یکی از کیس استدی های من سوئیس بود. سوئیس تقریبا مثل افغانستان اضافه برش کل منطقه خود است. درست؟ ایتالوی اونجا است، فرانسوی است، جرمن است، حداقل مثل گروپ قومی کلان در اونجا حضور دارن. از لحاظ جغرافیایی خیلی شباهت به افغانستان داره. کوهستانی، جمعیت پراگنده در دره‌ها و در مناطق مختلف و گرایش های فرهنگی به کشورهای اگر مادر بگوییم مثل فرانسه و جرمنی و ایتالیا هم به شدت زیاد بوده همیشه. اما اونمو تانستن کشور خود حفظ بکنن، کشور داشته باشن و توافق بکنن. البته سوئیس اولین کشور است که در جهان یک نظام فدرال تجربه میکنه و آهسته آهسته خودش میره به طرف یک نظام دموکراسی، یک فدرال دموکراتیک میره و اونمو نظم داخلی سیاسی که اونا برای خود به وجود میارن، همچنان جغرافی های دشوار گذرشان و قرارداد اجتماعی سیاسی که ما بین خود دارن سبب ادامه حیات این کشور در اون منطقه بسیار دشوار میشه که جنگ اول جهانی تیر شده، جنگ دوم جهانی تیر شده و سوئیس در قلب از اون جنگ ها بوده و وارد جنگ نشده. البته بیلانس منطقه‌ای هم بیلانس قدرت در منطقه هم نقش خود داشتن. این الگوها و نمونه های هست که ما کوشش بکنیم به یک تفاهم برسیم، به یک ملت واحد بودن برسیم، اما شرطش دو چیز است. به نظر شخصی من بازم رقمی که جناب احسانی صاحب گفتن من پرحرفی نمی کنم و از همتون ممنون هستم.
دو تا شرط داره دوستای عزیز. یک، باور به دموکراسی و برابری. بدون از اون ممکن نیست. بدون یک چتر دموکراتیک هیچ امکان نداره ما همزیستی مسالمت آمیز و مشترک داشته باشیم. هیچ امکان نداره. من تعجب بکنم که بعضی ها از طالب و از اینا میخواین که یک چی بسازین، یک دولت مشارکتی بسازین، باز از او حقوق بشر میخواین، حقوق زن میخواین، حقوق اقلیت میخواین. نه، این گپا ناممکن است. این گپا فقط زیر یک چتر دموکراتیک امکان داره. ما باید امو هدف کلان ما را ساختن یک نظام دموکراسی در افغانستان یا در این سرزمین خود ما تشکیل بدیم. یک فردای پس از طالب. دوم ایست که تحمیل نشدن هویت یا برتری هیچ کسی در برابر کسی دیگری. دموکراسی و برابری دو چیزی است که به نظر من امکانش است که ما را کمک بکنه که افغانستان یا از این سرزمین مشترک ما را از اینمی دایره یا دور باطل که از بیش از 1.5 قرن میشه در او افتاده، از او بتانیم بیرون بکشیم. ببخشید ما پر حرفی خواهش کردم. میکنم. بسیار تشکر مهدی صاحب، بسیار تشکر. تشکر از